در فدراسیون روسیه مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی این کشور مهاجران تاجیک را با شهادتنامه رانندگی از تاجیکستان گرفته که در آن مهلت اعتبار نشان داده نشده است از حق رانندگی محروم و سبکروهای آنها را به ایستگاه جریمه‌ای برده ایستاده‌اند. در این باره از چند منطقه های فدراسیون روسیه مهاجران تاجیک به پیام خبر دادند. مسئولین مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی روسیه وقتی تفتیش حجت رانندگی مهاجران تاجیک را که در شهادتنامه رانندگیشان مهلت اعتبار نشان داده نشده است به اعتبار و غیر قانونی عنوان کردند، صدها تن از مهاجران کاری تاجیک که بیشتر به شغل تاکسیرانی و آدمکشانی مشغول هستند دچار این مشکلی شده اند. کسانی که از این مشکلی پیش آمده شکایت دارند میگویند سبکروهایشان را مسئولین به ایستگاه جریمه‌ای برده خود آنها را از 5000 روبل روسی تا 15000 روبل روسی جریمه کرده اند. طبق معلوماتی به ما رسیده عین حال مهاجران تاجیک به همین مشکلات در شهرهای یکاترینبورگ، نیژنی تاگیل، چلیابنسک و غیره گرفتار شده اند. همچنین در شهر مسکو و اطراف آن کی هاست این گونه طلبات جاری بوده است، اما از شهر پرم به ما گفتند که در منطقه آنها این گونه مشکلات وجود ندارد، تنها بعضی مشکلات های به همین مانند مشاهده می شود. این خیلی مشکلی نیست، من خبر ندارم پکر نمیره. اگر باشدم ایدینیش نیاز ندونستنی خودی همون چیو همین گایشنیکوی که داشتگی، لیکن چیزی که پیشتر پراوای رسمی هم خیلی داده میشد قانون است که водительскую удостоверение право از مهلت داده شدنش 10 سال سراغش است. این همش میدند بعضی دروغ خودشون نادونی بزده یا مردم از میتد یا همین خیلی من خبرم نیست این خیلی کار شدگی باشد. دیگر کار میشد که پراوی تاجیکیت شهروند روسیه قبول کردگی هایکون نمیموند اگر چه کار غیر قانونی است. همین کارا نکی میشد بسیار. نام یک شهروند روسیه گرفته 6 ماه سراغ پراوت دیگه کنه. اگر چه موافق قانون ما پراوش دیگه نکردنش تا کار هم دیگه گشتنش تا کار. گفته می شود در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو شعبه فعالیت می کند که طبق پیشنهاد حجت‌های لازمه در مدت 14 روز نمونه پلاستیکی شهادتنامه رانندگی می دهد که مهلت اعتبار آن 10 سال می باشد. بعضی معلومات‌های هم به پیام رسیده که گویا سفارت تاجیکستان به خاطر تیزانیدن تجارت فروش طرز پلاستیکی شهادتنامه رانندگی به مقامات روسیه معلومات داده اند که مهاجران تاجیکی که شهادتنامه‌های غیر پلاستیکی و مهلت اعتبار نداشته دارند بالایشان با راه جریمه و بازداشت فشار آورند تا مجبور شوند نزد سفارت تاجیکستان در مسکو در عوض مبلغ شهادتنامه رانندگی کهنه را با نمود پلاستیکی عوض نمایند. معلوم کردن تا کجا صحت بودن این دعوا برایمان میسر نشد. ما از عزت امان رهبر دیدبان حقوق مهاجران در روسیه خواهش کردیم تا به این مسئله روشنی اندازد. سلام علیکم. و علیکم السلام شاکر جون. شما چنجی احوالتون نازن؟ طبق معلوماتی که در ما هست و در دست داریم در روسیه مهاجران تاجیکی را که رانندگی میکنند به خاطر در شهادتنامه‌شان مهلت اعتبار وجود نداشتند به جوابگری مأموری کشیده اند. سبکروهایشان را به توقیفگاه جریمه‌ای برده خودشان را تا 15000 روبل جریمه کردند. از این شما خبر دارید؟ نه، این پراوای کهنه است، پراوای سال پیش. پراوای سال پیش میدادن که کاغذی همون در مشکل است. یعنی عموما در همه حجتایی که از تاجیکستان اخراج میشوند مشکلی وجود دارد. میگفتید که کدام مشکلی ها وجود دارند؟ مشکلی ببینید همه پاسپورتایی که میتین پاسپورتا بعضی پاسپورتای خارجی با حرف لاتینی یعنی ترجمه انگلیسی دارد، بعضیش ندارد، بعضیش دارد کلی خطا است. یعنی ببینید جایی که مثلا ج است چه است، بعضی جای چه باشد ج است. هزارها صدها هزار نفر به خاطر این مسئولان دنگ حکومت تاجیکستان گرفتار مشکل گشتگند اینجا. بعد میروند زپرید میشن، آمدن نمیتونن. بعد ما میریم سود معلوم میکنیم که
در واقع مشکل هم یه حرف بوده است. یعنی یه وقتی حرف مشکل میشد آدم از اپرید میمونن، بعد معلوم میشه بعد که این مثلا این آدم مجیدوف نبوده است، مچیتوف بوده است. یعنی در بعضی جا جی گذاشته است، در بعضی جا چه گذاشته است. بعد ترجمه انگلیسی هم خیلی مشکل دارد. یعنی این مشکل فقط مشکل شهادت نامه رانندگی نیست. آیا این هم وجود دارد که به خاطر موافق نبودن حرفهای نام و نسب شناسنامه خارجی با شهادت نامه رانندگی مشکلات پیش آمده باشد؟ دقیقاً در 50 حالت، در 50% حالت ها همین گونه واقعیت جو دارد. یعنی مثلا همون در شهادت نامه رانندگی مجیدوف است، در شهادت نامه یعنی در پاسپورت خارجی مچیتوف است. خب همین خیلی حالت ها بسیار می شود. بعد در شهادت نامه رانندگی کهنه یعنی کاغذی سروک گودنست وجود نه، چی بگم، مهلت اعتبار همون حجت وجود ندارد. سنه اخراجش هست ولی سنه اعتبارش یعنی تا چند مدت داده شده است وجود ندارد و این شهادت نامه در اینجا بسیار مشکل در روبرو می شوند. من هم که داشتم شهادت نامه رانندگی تاجیکی، دایم وقتی که پلیس دستگیر میکرد با مشکل روبرو میشدیم. یعنی یا باید پولتی یا که جریمت میکنن یا که پول ماشین میگیرن میبرن محکم میکنن. خیلی مشکلی ها متاسفانه زیاده. طبق معلومات نزد سفارت تاجیکستان شعبه تشکیل شده که به خواهشمندان بعد پیشکش نمودن حجت‌های لازمه طرز پلاستیکی شهادتنامه رانندگی بله این خبر واقعیت دارد. شکر خدا که من همین یک سال اخیر همین کار در مسکو تشکیل کردم. ولی خب ببینید اکثریت مردم بیرونتر از مسکو هستند، یعنی در پترزبورگ هم هستند، در دیگه سوبیکت های فدراسیون هستند. یعنی اون تاجیکایی که در اونجا امکانی به دست آوردن شهادتنامه پلاستیکی را ندارند، فقط مسکو بودگی ها و یا که ولایت مسکو بودگی ها دارند بیان گیرند. شما تصور کنید یک آدم در نیژنیوارتوفسک باشد، برای که یک شهادتنامه را عوض کند باید که این همه راه خسته بیاید که این خیلی خیلی گران براش تموم می شود. این گونه معلومات هم به ما رسیده که چنانه که در بالا قید کردم همین مشکلات شهادتنامه رانندگی مهاجران تاجیک با هماهنگی سفارت تاجیکستان با مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی روسیه به میان آمده. تا در نتیجه تفتیش و سنجش و جریمه کردن ها مهاجران مجبور شوند رفته در سفارت در عوض مبلغ شهادتنامه رانندگی خود را عوض کنند. این درست است؟ گمان نکنم. خب ببینید برادر عزیز، ساختن و فروش حجت ها، مخصوصا حجت هایی که یعنی شهروندی شخصیت را به مانند پاسپورت و نمیدونم شهادتنامه رانندگی و دیگه حجت ها برای بعضی از گروه های حکومتی تاجیکستان مثل یک بیزنس قرار گرفته است. یک بیزنس خوب است. شما ببینید همین سیم کارت ها و پاسپورت های نو، پاسپورت های تاجیکی نو داخلی پلاستیکی چقدر بالای مردم تشویش آوردن. بنابر همین من گمان میکنم که بهتر است در همون مکانهایی که اسناد داده میشوند نفرای با صلاحیت بشینند، یعنی کسایی بشینند که حداقل نوشتن و خواندن بلد باشند. حالا من نمیگم انگلیسی و دیگر زبان‌ها را بلد باشند که درست نام و نسب طرف بنویسند، نه، حداقل با زبان‌های تاجیکی مسلط باشند و نام شهرونده درست در دفترچه یا در شهادتنامه یا در پاسپورت درج کنند. حداقل همین مشکل اگر مقامات های تاجیکستان رفع کنند ما خیلی خیلی ازشان منتدار میشدیم. تشکر به شما که وقت خود را دریغ نداشته این لحظه با ما بودید. زنده باشید برادر جان. خدا نگهبانتون باشه برای کارتون. یادآور میشویم که مقامات تاجیکستان گفته بودند شهادتنامه رانندگی پلاستیکی دارای اعتبار بین المللی بوده، مهلت اعتبارش 10 سال می باشد.
و تا 200 کشورهای جهان قابل اعتبار است. مطابق به قرار کمیته نقلیات سازمان ملل متحد از سال 2011 جاری شده است. جمهوری تاجیکستان که از 1 ایونی سال 1994 با کنونسیون وین سال 1968 درباره حرکت در راه شامل می باشد، باید از سال 2011 بلانک‌های شهادتنامه رانندگی مطابق به طلبات اصلاحات 2004 و 2006 قبول نموده کمیته نقلیاتی سازمان ملل متحد و کنونسیون را جاری نمود.